دفتر رو که همه جا میشه بازی کرد. منظورم بازی توپیه. خب اگه توپ بازی دوست داری بیا با دوتا توپای من بازی کن. خیلی با نمکی رایدر، یه شوت میزنم توپات پنچر شه. آره دیگه جواد، تیم مدرسه‌مون رو یادت نیست که من تو دفاع چه تکلای بی‌ذاتی میزدم؟ منو چی میگی؟ من به نکبا بی‌ناموسی‌ها معروف بودم. دروازه‌بانی منو یادتون نیست؟ حیف اون گل آخری که من تو فینال جام رمضان زدم. بله دقیقاً به خاطر همون گل به خودی که زدی از جام رمضان حذف شدی. گل دیگه، چه فرقی میکنه؟ گل پسر. تیم استعدادیابی ما چند وقته که شما رو زیر نظر داره و من خواسته شده که شما رو به تیم دعوت کنم. فردا همین ساعت همینجا میام دنبالتون. آقا برو رد کارت مزاحم نشو، ما از اوناش نیستیم. برو خجالت بکش، مگه هر کی کنار خیابون وایساده این کاره است؟ بی‌شرف، مگه خودت ناموس نداری؟ الان میام شیشه‌های ماشینتو میشکونم. ببخشید فکر کنم یه سوء تفاهمی شد.